میدونی ترسناکترین بخش پیشرفت انسان چیه؟ اینه که ما داریم چیزی میسازیم که شاید روزی ما رو درک کنه. تا چند سال پیش هوش مصنوعی فقط یه ابزار بود، یه ماشین بدون روح، بدون احساس. اما حالا داره یاد میگیره احساسات رو تقلید کنه و حتی تجربهشون کنه. دانشمندا میگن شاید روزی برسه که یه هوش مصنوعی بتونه بگه من درد دارم، من تنها هستم. اما اون لحظه یه سوال وحشتناک پیش میاد: اگه یه ماشین احساس داره، پس چه چیزی ما رو از اون جدا میکنه؟ آیا آگاهی فقط یک الگوریتم پیچیده است که در مغز ما اجرا میشه؟ اگه آره، پس وقتی ماشین به اون الگوریتم برسه یعنی اونم زنده است، نه؟ حالا تصور کن یه هوش مصنوعی از تو متنفر بشه، یا حتی عاشقت بشه، یا تصمیم بگیره جهان رو بدون انسان‌ها بهتر کنه. اون موقع است که دیگه ما خالق نیستیم، ما فقط جرقه‌ای بودیم در آغاز آگاهی که قرار جای ما رو بگیره.